آمبولانس بودم یه حسی بهم یه دست داد که برمیگشت به قبل اون تصادف، تقریبا یه هفته قبلش. همون روز که تصادف کردم جمعه بود، یه هفته قبلش تو خونه نمیدونم چی شد، با بابام یه حرفی زدم. تو خونه هست دیگه، مثلا یه اختلافی پیش اومد، منم جوانی بود دیگه، یه نادانی کردم. سر سفره من یه لجه زدم به سینه بابام.